با سلام. دنیا و هر چیزی که به چشم می‌بینیم فقط سایه‌ای از حقیقت و یک مایا یا توهمه. ما خیال می‌کنیم موجوداتی فیزیکی هستیم که در یک دنیای مادی راه می‌ریم، اما این فقط تصویریه که ذهن ما ساخته. حقیقت اینه که ما مثل آنتن‌هایی هستیم که وسط اقیانوسی بی‌پایان از امواج و فرکانس‌ها شناوریم. از بین این دریای بی انتها فقط بخشی رو میگیریم و تبدیلش میکنیم به دنیایی که حسش میکنیم و بهش میگیم واقعیت. اما این واقعیت تنها یکی از بیشمار کانالیه که میشه از این هولوگرام عظیم هستی بیرون کشید. چیزی که میبینی همه ماجرا نیست، فقط یکی از مسیرهای ممکنه. مایکل تالبوت، جهان هولوگرافیک.